سلام عرض میکنم به تمام وطندارای گلم. امیدوارم که جور و صحتمند و سرحال باشی هر کجای دنیا که هستین. میخواستم یک نکته رو برای شما بیان کنم. چرا ملت افغانستان اینقدر بی غیرت شدن؟ چرا صدای خود بیرون نمیکنن؟ چرا صدای خود نمیکشن؟ چرا در مقابل ظلم از حق خود دفاع نمیکنن؟ کجاست مردم 40 سال پیش؟ کجاست مردمایی که واقعا دیندار بودن، واقعا از حق خود از اسلام دفاع میکردن؟ شما فکر میکنه امارت اسلامی به نام اسلام آمده در افغانستان به مردم اسلام حیات میده؟ نه هرگز. این 45 میلیون دلاری که از امریکا میگیرن شما خبر ندارید در جهان چه اتفاقایی داره میفته. ولی حیف که آگاهی نداری، حیف که آگاهی به آگاهی خود نمی افزایی نکنی وطن دارا. هر چقدر سکوت کنی، هر چقدر من دفاع از این نمی کنم شما بخیزه جنگ کنی، جنگ نکنی، از حق خود دفاع کنی. من طرفدار جنگ نیستم. خبرهایی که به گوش ما رسیده، خبرهایی که به او اطلاع پیدا کردیم، جهان میخواه تمام مردم از هم دور بسازه، قانون فرعون در دنیا پیاده کنه، مردم قبیله به قبیله تقسیم بکنه، مردا را از بین ببره، زنا را، بیوه بیچاره دخترها را از علم دور بسازن. نکنی وطن دارا، بی دست به دست هم بته وطنت آباد کنی. طالبا یک مشت آدمایی هستن که دور پا از علم دین چیزی نمیفهمند. به خدا نکنی وطن دارا، بی دست به دست هم بته دخترای وطن ما بیچاره در چی حالتایی که نیست به سر میبرن. چقدر زحمت کشیده شده بالای واک درس خواندن، تعلیم کردن تا به یک جای برسن، مصدر خدمت به وطن باشن. باز یک تعداد آدمایی بیان که بیچاره را از حقشان محروم بگردانن. وطن دارا، بی دست به دست هم بتی قوم پرستی، نجات پرستی. این تفرقه بود که امریکا آمد میلیاردها دلار در افغانستان سرمایه گذاری که حتی در بین ما شما تفرقه بندازه، ما شما را از هم دور بسازه. تاجک، پشتون، هزاره فرقی نمیکنه، انسان هستیم. اگر انسانیت، انسان بودن ارزش نمی داشت، چرا هموطنان ما در خارج از افغانستان مثل برادر هستن؟ وقتی داخل افغانستان میان فکر کنی پیچکاری نفاق در بدن از یا تزریق میشه. بیایی نکنین. و خدا روزی برسه که به دست هم دیگه، به پشتیبانی هم دیگه محتاج شوی. با او وقت نه پشتون هزاره یادتان میه، نه تاجک ازبک یادتان میه. فقط در فکر از این هستی که یک نفر پیدا شود در دانتان یک لقمه نان بکنه. وطن داره، هنوز هم سر وقت استاد شوی، از حق خود دفاع کنی. حالا شاید بیکاری در افغانستان مردم تجربه کنن، شاید بیروزگاری، سختی ها، کفر لعنتی میخواه که از طریق طالب دین را سر ما شما بعد بسازم مثل کشورهای همسایه که همون کار شد، انجام شد. چقدر مردم از دین دست کشید. همون کار را میخواهند در افغانستان تطبیق کنند با از طریق ملاها، از طریق طالبا. کسایی بودن که ما شما اگر مشکل دینی برای ما شما پیش میشد 100% به کی مراجعه میکردیم؟ به ملاها. ولی فعلا اگر مشکل دینی هم برای ما شما پیش شود، هیچ وقتی اختیار به دست خود نمیتیم که بریم از یک ملا، از یک طالب مشکل دینی خود با او شریک بسازیم و حل بسازیم. از یک طالب بپرسیم، از یک ملا بپرسیم. یک زمانی بود حکومت قبلی میگفتن به حرف طالبا بد بود، هر چیزی که بود، هر مشکلی داشتیم میرفتیم پیش ملاها. ولی ملا برای ما ارزش بود، با ارزش بود، ارزش برش قائل بودیم، احترامش داشتیم. ولی آهسته آهسته احترام ملا را از دل ما بیرون ساختن و خدای کلش کار صهیونیستاست، کار امریکایی هاست. 45 میلیون دلاری که به طالبان میتن این ناق نیست. وطن دارا، چرا فکرتان باز نمیکنین؟ چرا تا چه وقت ای جهالت زندگی میکنین؟ هر چقدر گوسفندی باشه از این بدترتان میسازن. از ما یک گفتن بود دیگه جای صدای ما کشیده نمیتونستم. فردا روز ما افغانستان رفتن دارم، تصویر ما نمیتونم به نمایش بگذارم. ولی واقعیت های دیگه هم هست، حتما برایتان در اشتراک میگذارم تا به معلوماتتان اضافه شود. خیلی گفتنی هایی دارم که
از دیگر نمیتونستم برایتان در میان بگذارم، ولی همین فضای مجازی است. به خدا متندارو نکنی کاره. کل ما برادر هستیم. این قوم پرستی نجات پرستی به درد نمیخوره.